بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام بر شما بینندگان عزیز. روزه های شما قبول باشه. فکر کنید که شما امروز روزه گرفتید و پیش خداوند عزیز شدید و عزیزم هستید. بیشک عزیز هستید که تونستید در این روزهای گرم روزه بگیرید. بیشک مؤمن هستید، چرا که هیچ کس روزه نمیتونه بگیره مگر اینکه مؤمن باشه. کی میفهمه که شما روزه رو میخوردید؟ پس همینا چیزایی است که شما باید خدا رو شکر کنید به خاطر اینکه و بدونید که عزیز رب العالمین هستید. اما یک سوالی از شما میپرسم، اگر قرار باشه شما چون که عزیز شدی پیش خدا، محبوب شدی، میخوای از یکی شکایت کنی و فکر میکنی که مثلا قرار باشه خداوند اون شخص رو، و قرارم هست دعای روزه‌دار قبول میشه، اون رو شکست بده و از شما دور کنه، شما از کی شکایت میکنی؟ طبعا میگی من از بزرگترین دشمنم شکایت میکنم، فلان همکارم که سعی میکنه من اذیت کنه، فلان همسایه که آزار میده، فلان کس دوسته که رقیب مثلا هست، من میخوام که مثلا خواستگار بریم، رقیبم، خلاصه رقیب در کارمه، یک کسی بالاخره، یا فلان پادشاه که فلان حاکم که مردم اذیت میکنه، اینا دشمنای من است. یکی رو بالاخره خواهی گفت. اما به نظر من بزرگترین دشمن هر انسانی اونی است که بیشتر بهش ضرر میرسونه. بیشتر از همه کی به شما ضرر میرسونه فکر میکنید؟ به نظر من بیشتر از هر کس به انسان، خود انسان ضرر میرسونه. بزرگترین دشمن خود انسان خودشه. چگونه؟ اگه کسی شما رو بترسونه، مثلا توی اتاق تاریک بندازه، از خودش روح درست کنه، مثال میگم، دیو درست کنه شما رو بترسونه، شما اون رو دشمن فکر نمی کنید. و اگه دائما این کارو بکنه، خب همین کار ذهن شما با شما میکنه. اگر که به اون مرحله از یقین نرسید دیگه، عموم مردم همین کارو باش میکنه. یعنی ذهن شما میاد شما رو میترسونه. از صبح که بلند میشی، در عمر از چند چیز ترسیدید که اتفاق نیفتاد؟ آقا من فقیر میشم، آقا من در امتحان قبول نمیشم، آقا ممکنه فلان کار من درست نشه، آقا ممکنه اتوبوس مثلا به هواپیمام نرسم. 100 چیز بلکه 1000 چیز شما رو ترسونده، ناراحت کرده، ولی اتفاق نیفتاده. این کی بوده شما رو ترسونده؟ هرگز فکر کردی؟ این ذهن شماست که شما رو میترسونه. پس دشمن شما ذهن شماست. یعنی چه؟ بگو حالا چیکار کنیم دیگه؟ بریم خدا بگیم ذهن ما رو بکشه؟ اما بعضیا میرن میگن که خدایا مرگ ما رو برسون. نمیگن، منظورشون همینه دیگه، ولی متوجه نیستن که باید دعا رو اینجوری نکنن. باید دعا کنن که خدایا به ما یقین بده. آقا در همه نعمت هست، اما چون که یقین نداره، وای میگه فلان چیز اتفاق میفته. امروز شما خودتون کلاه خودتون رو قاضی کنید. امروز چند بار همین مشکل براتون پیش اومد که ذهن شما رو ترسوند، شما رو ناراحت کرد؟ هر کس پیش میاد. چاره فقط این است که شما به خدا، از حالا که محبوب خدا شدی، از به خداوند جل جلاله از ذهن خودت شکایت کن. خدای بگو این ذهن من رام کن، آروم کن و به من یقین بده، چون که تو من رو دوست داری، به من کمک میکنی، حتما در آینده هم به من کمک میکنی. این یقین رو در خودتون تقویت کنید. یه روزه نمیشه. این دشمن رو شما باید شکست بدید. بزرگترین دشمن رو باید شکست داد دیگه. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان شما رو وعده به فقر میده. و یأمرکم بالفحشاء، وقتی که وعده به فقر رو داد، شما رو امر میکنه برید کار بد بکنید. وقتی ذهن شما رو وعده داد که آقا تو اگر این کار نکنی، تقلب نکنی در خرید و فروش، دروغ نگی، فلان کار نکنی، تو فقیر میشی، باز امر میشی، همین ذهن تو رو امر میکنه به بدی. همه کلیدای بدی، بس بزرگترین دشمن همین شد دیگه. اما اگه تو مطمئن باشی که خداوند به من کمک میکنه، الله منو ول نمیکنه و این دروغ داره میگه، این ذهن من، یعنی عملای دست و پا و چشم ما هم از همین ذهن میاد. اگر که ما رو امر به بدی کنه، متوجه شدی؟ پس
وقتی سر افطار گفتم اگر قرار بود یک دعای شما قبول بشه و از یکی به خداوند شکایت کنی، بزرگترین دشمن شما در شکایت برای شکایت همین ذهن شماست که باید اون رو عوض کنید و این نمیشه کشت دیگه. اگه ذهن رو بکشی که خودت میمیری، باید عوضش کنی و عوض نمیشه مگر کم کم. دو راه برای عوضش هست. یکی این که همین به خدا پناه ببری از شیطان و از وسوسه هاش و از افکار بد. افکار بد حتی باعث میشه انسان ها خودو میکشن، اینطور بدبختی. و دوم این که تو ذهن ول نکنی. اگر تو رو، چون که یک دفعه که این نمیشه، پسر دیر میاد خونه مثال 100 فکر میکنی آقا چی شد چی نشد، فلان فامیلت اومده یک حرف زده در ذهنت میاد که چرا این حرف زد. خودت یک کاری رو انجام میدی میگی والا چرا من این کار رو انجام دادم، اما اصلا شاید اینا هیچ کدوم نه باعث، خب شب پسرت برمیگرده حرف اون بابا شاید اصلا از روی هیچ بدون دلیل زده باشه. شما باید وقتی که نتیجه رو دیدی ذهن خود رو ملامت کنی. به نظر من بگی که تو خجالت نمیکشی، همش دروغ به من میگی، همیشه الله به من کمک کرده و همیشه تو دروغ به من گفتی. یعنی دیگه این دفعه شما ذهن تو ول نکن، فکر تو ول نکن و این یک دفعه دو دفعه نمیشه، دائما، چون یه دفعه که نمیشه، چون که به این راحتی نمیتونی از این خلاص بشی. و برای همین است پیامبر فرموده که بهترین چیز دنیا یقینه. یقین به چی؟ یقین به این که الله جل جلاله بهت کمک میکنه. بابا این باور کنید یکی از بزرگترین حکمت هاست. شما استفاده کنید ببینید. همین شب صبح که بلند میشی جلوی تو یک اموری هست دیگه، ماشین، انسان هستی، آخر جامد که نیستی، درخت که نیستی، درخت هم تازه حرکت داره، سنگ که نیستی، یک چیزایی در جلویت هست. باید که از این موانع رد بشی. سر کار باید بری، اموری داری، درس باید بخونی. از اول صبح بگو که من دارم میرم پشت کارهای من، اما یقین دارم که الله به من کمک میکنه. فال نیک بزن که حتما به من کمک میکنه، حتما به من کمک میکنه. چرا به من کمک میکنه؟ بابا من چرا کمک نکنه؟ خب من روزه گرفتم، من مؤمن هستم، خداوند گفته که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از کسایی که ایمان آوردن دفاع میکنه. من روزه گرفتم، من مؤمن هستم. آخه همینم نمیذاره ذهنت، میگه آ تو کجا مؤمن هستی؟ تو میگه هیچی هم نیستی. بابا چرا نیستم؟ من مؤمن هستم، من روزه گرفتم. به خودت ارزش بده. متوجه هستی؟ به خودت ارزش بده. چرا که تو روزه گرفتی، باید این روزه برای تو ثمراتی داشته باشه. یک ثمرش این است که تو اعتماد به نفس پیدا کنی، یک ثمرش این است که تو اعتماد به نفس پیدا کنی و یقین داشته باشی که پروردگار تو حالا دیگه با تو دوسته. اگر تو به رفیقت اطمینان نداشته باشی، خب همون که میگه یامرکم بالفحشاء دیگه، اطمینان نداشته باشی که الله به تو روزی میده، خب میری توی شیر آب میریزی میفروشی، تقلب میکنی، دروغ میگی، کم فروشی میکنی، برای اینکه به اصطلاح پیش رئیس در اداره جلو بری رفیق تو سعی میکنی که عقب بزنی. اینا همه از این است که تو اطمینان نداری که رفیق اصلی تو الله جل جلاله تو رو دوست داره و بهت کمک میکنه. روزی یک نشانه است که آقا من در امتحان قبول شدم. وقتی تو نمرت 20 شد چرا باید کنکور نری؟ تو نمرت 20 وقتی روزه گرفتی. این خیلی مهمه که در ذهن خود درست کنید و ذهن رو، اگر این رام شما نیست، این رو بزرگترین دشمن خود بدونید و از خدا بخواید که این رو رام شما کنه. الله به من شما توفیق عمل بده. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار و حافظ شما. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العافیه فی الدنیا و الاخره. الله حافظ شما.